بهترین موضوع زن مادر سرچشمه حیات زندگی تمام بشریت است. بیام که از فرصت موضوع ولد اینا درجه نمیدن. من همین استاد ارجمند، من همین خورجی که حتی اومدن خانه خداوند بزرگ همین زیارت کرده اومدن. من اینجا معلمه عزیز ما اینا شما در سیما اینا شما صدقا و این روز فیروز و این روزی که همین مادر، خواهر، دلبر همه زندگی ما و شما هستید پیش از پیش تنصیحاتی، خوشبختی، روزگاری آباد، کامیابی های ایجادی، کاری، فعالیت همیشه یادتون باشد. خداوند بزرگ. آمین. سلامت باشید. شما بازم مبارک باشد. سرآغاز شما را بر روز بانوان و بهار نازنین صدقاً شاد باش میگوییم و برای شما پیش از همه تنی صحت عمر دراز را خواهانیم و ما میخواستیم فهمیم که شما سالیان زیاد روی صحنه هستید و به مردم تاجیک خدمت کرده استادید. میگفتید که پشت این خوشبختی ها کی میایستد؟ در پشت من اول این که به فکر من خداوند کریم بود، چون که همه سرایندگی مثلا شاعری این همه نعمت هایی که خدا میدهد در همون انسان جای شدگی. من فکر میکنم که پشت پناه ما اولش خداوند کریم باشد، دویم پدر و مادرم بودن. اینا ببینید که در رادیو 25 سال، در کنسرواتوریا 20 سال باز کار میکنم. خب چون در زمانی که شما دانشجو شدید و به شهر دوشنبه آمدید، نظر اکثر مردم در اون سالها نسبت به خواندن بانوان، مخصوصا بانوانی که صنعتکار روح صنعت را انتخاب میکردن، البته که منفی بود. چون شما چگونه توانستید که مثلا رازگی والدین رو به دست دارید؟ همین چیز چقدر به شما میسر گشت؟ بسیار تشکر و بسیار سوال عجیب است، چون که همون سالهایی که یعنی که سال 1969 70 از اون ناحیه های دوردست دختران رو برای خواندن به مرکز جمهوری اجازه نمیدادن پدر و مادرها، ولی پدر و مادر من که بسیار صنعت رو، سراینده ها رو، خواندنی هاشون بسیار دوست می داشتن. برای همین من که برای صنعت بسیار ذوقم بلند بود. خودم من چه صنف 5-6 می خواندم، باور کنید شوقم بر رباب نوازی به حد بلند بود. همین چوبو هم گرفته دوتار رباب کردن وقت می گشتم و همین حرکت های من پدر و مادرم دیده. وقتی که مکتب میانه رو ختم کردم دیگر امکان نداشتن که به من اجازه ندن که به خواندن روم، اجازه دادن. همه باور کنید که همون دخترای دکتر نواز رو در نزد خانه رادیو من خودم تشکیل کردم. اون وقت قلندر گفتنی رئیس کمیته بودن، اون کس دستگیری کردن و همه انسامبلی که من تشکیل کردم از سال 1979 تا سال 1985 فعالیت کردن. خلاص سالهای 84 1984 85 علاقه از دانشگاه صنعت هم دخترها اومده اشتراک میکردن. بعد در یک کنسرت اعلان کردن که برآمد انسامبل دختران دوتاری دانشگاه صنعت اعلان کردن و رادیو نگفتن. برای همین راهبرمون، رئیسمون و انسامبل پریشان کردن. سبب کم نمایش شدن در تلویزیون در چی؟ بسیار سوالی بجا، چون که بنابراین در جمهوری ما هم خیلی حاضر حالت رفته استوده است که همه نفقه برآمد و از اکران ها، از تلویزیون ها میگیرن. خیر رادیو دویم برآمد میکنم من میگیرن، چون که پیر شد و فلان شد و بیمدان شد. انامین بسیار کارشون بسیار نادرست است، چون که آدم در همین سن سال به کمالات میرسه، به کمالات هنر میرسه، به کمالات تجربه حقیقی میرسه. چون که من کار کرده استودم که در کنسرواتوری ملی نفقه برآمد شنید اکنون خانه و نگفتن که انامین مسئله
بناورگیری همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان ما را نمیگیرن، بناور نمیگیرن، چون که من نفقه خورم. نفقه خوری چه گناه دارد می؟ یا به فکری من یگان جای من میانم خم نیست، خدا بشکر راست، آوازم گرفتگی نی. مثلا گفتی که کمتر آب و آرا و تارا دیدی هم البته جوان می نموده گستم. شما جوان معلومه؟ نه اکنون جوان نیستم به هر حال. خب سال 2022 55مین سالگرد هنری شما در یک جایگی با 70 سالگی بهار عمرتان و همچنین کتاب شما با نام مستانه می سراید. نرکه ادامه خوب هم شده بود. خب شما در اون جشنواره کی را انتظار بوده؟ کی نه آمدن برای تبریک یا کی دعوتی بودن نه آمدن؟ باور کنید اگر بغیر از همین دوستان خودم و نزدیکان خودم دیگر هیچ کس نآمد. از ازبکستان من رفته دعوت کرده بودم. باور کنید وزارت فرهنگ ازبکستان با سرداری هنرمند خلقی ازبکستان آزادبک نظربکov 11 نماینده به این جشنواره روان کردند. آمدن در همون چیزام اشتراک کردن، در رونمایی کتابم در کنسرواتوری گذاشت اونجا اشتراک کردن. در کنسرتی که مثلا با این جشنواره بخشیده شده بود 27 اکتبر در فیلارمونیا همچنان یک کنسرت کلان 4.5 ساعته گذشت. در اونجا هم ازبکستانی ها اشتراک کردن، تبریک کردن. باور کنید یک تا همین من ویم چی میگن آزردگیم در آن بود که یگان نماینده فرهنگ مثلا خدا مجبور رفته گفته آمدم دولت سفر شاعر هم خیلی انسان خوب خیرت همون کس برآمده از نوع وزارت فرهنگ تبریک کردن. من 2 بار 3 بار به نزد وزیر رفتم نبودن، دیده نتونستم. باور کنید اگر همین اون کسم زن مثلا آمده همین من نمیشناسن میشناختگیستن همین یک دهن آمده ما فرض کردیم به همین مناسبت من تبریک میکردن با فکرم آسمان آمده زمین به نمی چسبید. همین خیلی نمی چقدر من شاد میشدم که یعنی هنری من یعنی مهنت های همقدر زحمت های مرا حکومت جمهوری به نظر گرفته، یعنی نماینده فرهنگی رو به نزد من گویا که روان کردن و من تبریک کردن. اینقدر دلم مثلا بولیده میشد کی مثلا الان خیلی مثل من کتابی هم خیلی مستانه میسراید و به میدونید چقدر مهنت صرف شدگی میبخشد. حاضر زمان یک عجایب شده است که مسئله یعنی مبلغ ده همه درماندگی من همین چشم پوشیده همین کارهای کردم، لیکن از طرف حکومت از طرف دیگر مقامات ها یگان کس من تبریک نکرد. من نمیدونم برای چی. و ازبکستانی ها گفتن که شما همین قدر واهمه کردید، همین قدر چیزای خسری کردید، همین خیلی یک کنسرت های عالی جناب کردید، چی به حکومت شما خب یا که مثلا فرهنگ وزارت فرهنگ شما هیچ چی نمیگوید؟ چون که میدونید از یگان که صدا نبود از طرف ما، از طرف اینجا، نه از طرف کنسرواتوری، نه از طرف وزارت فرهنگ، نه یگان صدا نبود که همین کم رو بلند کنن. من اقلا تلفن کرده حال نمیپرسد چی کس، گویا که ما در کجا خدمت کردیم، برای کی خدمت کردیم معلوم نیست. خب برای زن هنرمند که هم مادر است، هم همسر است، هم نگاهبین شوهر رو بر ذمه دارد، هم آماده نمودن خوراک رو. خب میخواستیم فهمیم که مثلا برای یک زن هنرمند پیشبرد زندگی آرام و یک دیگر فهمی تا کجا دست میدهد و چگونه مثلا چی حالت‌های میشد که شما از وضع بیرون میشده؟ خوب اکنون درباره اکنون همین شوهرداری اینو گپ زدید. من باور کنید که همین در جوانی هم شوهرم از عالم گذشتگی. همون سالی که 1974 من دانشگاه صنعت رو ختم کردم، شوهر کردم. شوهرم از اسفره بودن، کمال الدین اکراموف، یکی از دایره دستان بهترین شهر اسفره بودن
ما همراه برآمد میکردیم در توی هایم همراه من با تار میخواندم اون کس با دایره می نواختن. سال 1982 آن کس در یک صدمه ماشین اتومبیل از عالم گذشته. این بله که 40 سال شده است. مادر بیبی و خشتمان هستید و امروز بعضی حالت‌ها و بعضی ناسازگاری‌ها بین کلین و خشتمان به میان میآید که در اکثر حالت یکدیگری را گناهکار میکنند. مثلا خشتمان کلین را و کلین خشتمان را. همچون یک زنی با تجربه، همچون یک مادر، همچون یک خشتمان، با این چی نظر دارید؟ سال 1998 پسرم را خانه‌دار کردم. انا 25 سال باز ما در یک جا کلین کتی 4 تا نبیرم کتی در یک خانه زندگانی میکنیم. همه 25 سال باز من گویم که اگر که من کلینم یکم بار قهر کرده خانه مادرش نرفته است، گویم شما باور میکنید؟ باور کنید من کلینم کتی فرض کردیم خود دوگانه برین وای حالی فکر من نگفته الکی میفهمد که من چی میخواهم و چیکار کردن در کار. همیشه یکدیگر فهمی من بسیار خوب است. آخرین سخن شما در روز مادر برای بانوان؟ به همه بانوان وطن عزیزم این عید بهار را یعنی روز مادر را تبریک میکنم. الها برای مادران از همه چیز مهم آسمان ما صاف و بی‌غبار باشد، تاجیکستان ما تنج و امان در امان خدا باشد. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهری بیمانند او را سالها پروردم، مینی هم با شادمانی سر به پای مادرم. مینی هم با شادمانی سر به پای مادرم. سلامت باشید.